رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی در جمع صحابه نشسته، با دست خود در زمین یک خط میکشه راست، میگه این راه راست است. بعد در اطراف از این شاخگکا میکشه، میگه در هر قسمتی از این یک شیطان وجود داره که میخواد از مسیر چی بکنی؟ منحرف بکنه. یک تعبیر خطا در بین مردم هست اما مفهوم درست داره، میگه که ملا دو تا شیطان یعنی این بیشتر وسوسه میشه. چرا؟ به خاطری که انسان‌های بد را شیطان نیاز به وسوسه بیشتر نداره. او گپش خراب است دیگه. کافر اصلا نیاز به وسوسه شیطان نداره. شیطان کار خود از مورد از او کرده، خلاص او رها کرده به حال خودش. به همین خاطر علما میگه شیطان در مورد مسلمان هم اول چی تلاش میکنه؟ اول تلاش میکنه در کفر و شرک واقع بکنه. اگر کفر و شرک واقع شد دیگه ازش بیغم است. انسانی که در مسیر هدایت است از هر لحاظ شیطان سر از این فشار میاره. وسوسه شیطان سرش بیشتر است نسبت به انسانی که در مسیر گمراهی است. انسان‌هایی که در مسیر گمراهی هستند فشار شیطان بر سر از اونها کم است. چرا کم است؟ به خاطر یک بخش مطابق گپ شیطان چی میکنن؟ پیش میرن. وقتی انسان در مسیر حق قرار میگیره فشار بالایش بیشتر میاد. حالا خب متاسفانه نه تنها فشار شیطان‌های جنی است، فشار شیطان‌های انسی زیادتر از جامعه باشه. متوجه شدین؟ از انواع مختلفه. تو وقتی در مسیر حق قرار گرفتی، تابع‌های مختلفه، گپ‌های مختلفه، عجیب غریب نام‌ها و فشارهای سرت میاد که تو در مسیر حق دیگه. خب یکی میاد وابی میگه، دیگه داعش میگه، دیگه القاعده میگه، دیگه تفراطی میگه، دیگه تکفیری میگه، دیگه نام ها خود به شما کم نیست دیگه. و هر کسی هم به هر اندازه که بتونه سرت چی میکنه؟ سرت به شکل از اشکال فشار میاره که تو از مسیر حق چی بکنه؟ دور بکنه. شیطان های درونی هم هست، فشارهای بیرونی هم هست.